کی میدونه چرا کرمانی ها به این غذا میگن بزقرمه؟ بدون دنبه درست نکنید که بزقرمه اصل نمیشه. سیر هم عطر و طعمش رو عالی میکنه. رنگ غذا به زردچوبه بستگی داره، پس کم نریزید. من گوشت ماهیچه استفاده کردم. نکته مهم این غذا نخودشه که حتما از قبل آب نخودو چند بار عوض کنید و پوستش رو حتما بگیرید. این کار باعث میشه بزقرمه شما طعم بی‌نظیری بگیره و کشدار بشه. گردو خورد کردم، کشک رقیق شده، 10 دقیقه که غل خورد با گوشتکوب لهش کردم. بعضیا بزقرمه رو آب بیشتری میریزن و مثل آبگوش میخورن. بعضیا هم آب کمی میریزن و با نون یا حتی دیده شده با برنج هم میل میکنن. به نظر من این ترکیب فوق‌العاده است. حتما امتحانش کنید و نظرتون رو توی کامنت بهمون بگید.